سلام. بریم ببینیم چطور میتونیم از ربات فیلتر اشکن بخریم. بعد از ورود به ربات روی خرید کانفیگ جدید کلیک میکنم. لوکیشن مورد نظر را انتخاب کنید. زمان و حجم دلخواه را به این شکل تعیین میکنیم. نام دلخواه با حروف کوچک. لطفاً دقت کنید همه حروف با حرف کوچک نوشته بشه و در آخر یک عدد اضافه کنید. در این قسمت اگر کد تخفیف داریم وارد میکنیم، در غیر این صورت روی کارت به کارت کلیک میکنیم. مبلغ مورد نظر را پرداخت و تصویر فیش پرداختی را به این شکل ارسال میکنیم. کانفیگ خریداری شده به این شکل برای شما ارسال میگردد. با یک کلیک کد را کپی و به نرم افزار انتقال میدیم. تا اینجا فیلتر شکن شما فعال شده و قابل استفاده است. اما با انتقال کد سوم مقدار حجم مدت اعتبار آکات شما نمایش داده میشه. نحوه انتقال کد سابسکریپشن در ویدیو میبینید. کافی است بروزر ثانی اشتراک را انجام دهیم که تغییرات را ببینید. برای اینکه سرعت بهتری داشته باشید، لازمه که این تنظیمات را طبق ویدیو در برنامه انجام دهید.